من با دو چیز قسم خوردم: با عدالت و رفاقت. من در اینجا نوترین و جوانترینم. من اگر عادل نمی بودم آنگاه بران نمی شدم. عدالت این یعنی آدمان را سزاوار اداره کردن است. رفاقت با گذشت وقت قرار خواهد برآورد که آیا من از عهده این می برایم؟ از مناسبتی که برادرانم با برادرانشان می کنند نشان دهنده عدالت برای من خواهد بود. برادری این احترام سخنان شخص نزدیک، توان شنیدن او و هنگام ضرورت با او کمک رساندن است. و در این همه عدالت باید جای داشته باشد. راهبری کردن و به خود باور داشتن نیز ضرور است. سرور انتظار است که با او اطاعت می کنند و این حق اوست. برادری این جسارت است. برادری این باور کردن است. برادری این اعتماد است. برادری این یعنی همفکر بودن است. برادری این صداقت است. برادری این ایمان است. تو را این دولت تربیه کرده از شیر من. مهمترین چیزی که به ما آموزاندند این خطا نکردن و از خطاهای خود سبق گرفتن است. تو میتوانی ندانی که به کی کار میکنی، میتوانی ندانی که به کی خدمت میکنی، لیکن من میدانم. جناب داغو، من به کسی کار نمیکنم. به چون و چرا اشتباهات صادر کردند. کلانها در این باره با ما گفتند. اما مناسبت شما مخالف تربیت دولت است. تو باید با کیروی و سموئیل علاقه نکرده از این همه سبق میگرفتی و نونو تو را استفاده میبرد. تو نخواد این را نفهمی. به مثل از تمام دیگران از سموئیل و هم از نونو معلومات میگیرم. همش همین کیروی باشه. درباره آنها شنیدن هم نمیخواهم. تو قدمی خطا گذاشتی. تو باختی. میدانم که شما از من بسیار چیزها را انتظارید، اما من ریاست خود را با احساس انتقام آغاز نمی کنم که شما را مغلوب نموده است. من در اینجا از گذشته گپ نخواهم زد. گذشته را تگرون نمی کنم. به گذشته داده نمی شوم، اما آن را فراموش هم نخواهم کرد. ما دشمن زیادی داریم که ما را محو کردن می خواهند. برای کم کردن تعداد و محو ساختن آنها ما باید رفاقت و وحدتمان را نشان بدهیم. یکی از دشمنانمان دیگر نیست، این کیروی است. او می کوشید که وحدت ما را خللدار سازد. می خواست که ما را ضعیف گرداند و او قسما به این موفق هم شد. انا با همین سبب امروز در اینجا خسرو و لزیان نیستند. در رابطه با این همه کیروی جزای سزاوار گرفت.
ما از شنیدن این خیلی شادیم، لیکن دشمن ناعیان از دشمن نمایان نسبتا خوفناکتر است. شما یکی از آنها را محو ساختید. تخمین میزنم که نوبت ابراهیم اخیزکلی خواهد بود. دشمن او کاملا روشن است. او به ما آسیب کلان رسان. علاوه بر این آخرین خواهش محترم قره‌خانلی است. ابراهیم اخیزکلی امروز همراه با کارمندانش میکوشد که تمامی کارهای ما را به دست خود گیرد. ما الحال که درباره خودمون فکر میکردیم، آنها خیلی خوب پیش رفتند و باز اندکی دیگر و تمام دنیا را ضبط میکنند. آنها چنان پول زیاد دارند که هر کسی دلخواه را میتوانند دوست دارند. آنها هم را میبینند در آن جایهایی که پیدا میشوند که پول زیادی کلان موجود است. ورزش، سیر و سیاحی، بیرژه، انرژتیکا، صاحبکاری انفرادی. میدانم این آدم کیها باز توجه هم را جلب کرده است. ابراهیم اخیزکلی. اکای سموئیل به من و محترم قره‌خانلی در رابطه به این مسئله مصلحت‌های پخته دادند. تشکری زیاد. بعد گورباچوف در دوره حکومت یلتسین در روسیه به طفیل کمک‌های ما اولیگارخ‌های جوان زیاد پیدا شدند. اما پوتین آن را جلوگیری کرد و آنها به خارج فرار کردند و بعضی‌ها را روانه زندان کردند. در 2-3 سال اخیر مفکوره پوتین برخوار در تمام ترکیه پهن شد. آن دشمنی کلانترین و جدیترین ماست. من خیلی خوب میدانم که دشمنمان کیست. ابراهیم اخیزکلی از ما جوابی مناسب خواهد گرفت. تمام مؤسسه های دولتی از مایند. هدف اساسی به دولت خدمت کردن است. این بگذار استخبارات باشد و یا کارخانه آردکشی، این حقیقت را تغییر دادن لازم نیست. اصلا خودتان به بازی نادرست وارد شده جناب داخو. من به وظیفه نو میگذارم، اما وقتی که برمیگردم شما اگر هنوز هم زنده باشید دیگر به این بنا در آمدن نمیتوانید. مرا گوش کن. اکنون گوشهایت را خوب سیخ کن و مرا با دقت گوش کن. بعد آن که تو از اینجا می روی وظیفت را با شرفانه اجرا بکن، اما اگر در جلوی او رفتنت را ادامه دهی، وقتی مردی تابوتت را نه تنها با پرچم نمی پوشانند بلکه به بالای آن پلاس هم نمی پرتایند. این یکم. کیروی عیناً طوری رفت که من نقل کردم. این دوم. از همین لحظه حتی اگر سموئیل و ونونو قرار دهند تا پرسنگی کارهایت در چه حالند، تو مرا خبردار میکنی و به اجازت من تو هرگز با آنها ملاقات نخواهی کرد. فهمیدی؟ فهمیدم جناب داخو، لیکن امروز استخبارات کاملا مثل زمان شما کار نمیکنه. اطلاعات را اکنون نه تنها با دوستان در پس یک میز نشسته میگیرند. ما مجبوریم که رابطه هایمان را مطلقا با همه آنها هر کسی هم باشند نگاه داریم. خوب، وطن فروشی را شما مناسبت های بین المللی می نامید. میتت تو تا چیزهایت را میگون داره که همش روشن می شود. اکا صاحبان کشتی ها میخواهند که با شما واقفرند تا اینکه سروری نو را انتخاب کنند. اگر خواهید آنها همین روز میآیند. بگذار آیند یحیی، من هم با آنها گفتنی دارم. در اقیانوس بلندی موجها تا به 200 متر میرسد. بگذار آیند با آنها مینگریم. این چی معنا دارد؟ معنای اون را دارد که تو میتوانستی بمیری. خوب، لیکن آنها برای این مرا نکشتند. گوش کن،
تو به آنها لازم نیستی. پولاد چند بار فهموندی لیکن تو چیزی هم نفهمیدی. معلوم میشود که آنها اکای پولاد را نمیشناسند. او کاری کرده آنها را مییابد. دادرم، آنها میخواهند تا پولاد این را بفهمد که آنها را یافته نمیتواند. و فکرم پولاد نیز این را فهمید. این آدم توانا است، لیکن جالبتر این است که از کی فرمان میگیرد؟ پولاد فرمان میگیرد؟ معلوم نیست که او آنها را میگیرد. عمر پدر پیوسته میپرسد در خاطر گیرید. اکا حکمت تو آخر با او چیزی نقل نکرده ای؟ نه، لیکن خاموش ایستادن هم لازم نیست. سلام. و علیکم سلام. بشینید. من باشم. فکر کردم که پدر حکمت را غارت کردند. بعد پدر شدن آیا در اینجا نشستن هم ممکن است؟ چرا؟ من الکی 40 سال باز در اینجا میشینم. خیر چی؟ گپی در اینجا گفته هاتان رو به من هم میگویید؟ او وقتی که آزاد شود آمادم که با او واخورم. بله، لطفاً خبرهای نو رو انتظارم. روزتون خوش باشد. دخترم، تو با کی صحبت کردی؟ با ساموئل واخوردن میخواهم. برای چی؟ مادر، فهمیدن میخواهم که او چرا با ما چنین رفتار کرد. دخترم، تو دیوانه شده ای. تو میخواهی به نزدش روی و از او پرسی که از پدرت چی میخواست. ما در بعضی بخشا کمبودی ها داریم. این را انیق کردن لازم است که کی و کدام وظیفه ها را اجرا خواهند کرد. من بعد آن که با هر کدامتان صحبت میکنم این را حل میکنم. با هر کدامتان صحبت میگذارم. تنها این طور من این کار را پورا فهمیده میتوانم. ما در اینجا هر چی قدر گپ زنیم این باز هم کم خواهد بود. من به هر کدام شما با نوبت آن روزی را خبر میدیم که واخوری مقرر خواهد شد. تا آن روز از هر کدامتان خواهش میکنم که جدی آماده شوید و به هیچ کسی بیگانه در مورد آنچه که در شورایمان به عمل می آید ما آن را چخیل می گذرانیم چیزی نگویید. امیدوارم شما مرا خوب درک کردید و این سیر میانی ما مفهوم خواهد بود. وقتی اکامون بر میگردد با شما صحبت خواهد کرد. هر چیزی که لازم است میگویید. اما من میخوام که شما دانید وقتی همه در اینجا بودگان خیلی بلندی کرده است. پولاد علمدار اکنون مقتدرترین است. در مورد تواناترین سخن رانده درباره آن فکر نکنید که او حالا کیست. اکنون پولاد علمدار پدر مافیا نیست. او اکنون در بلندی قرار دارد و خودش پدران مافیا را انتخاب کرده و بلند برداشته و محو خواهد کرد. اطرافیان او تنها یک امکانیت دارند: بزرگ بودن. شما یا چنین میشوید و یا غیب میزنید. با من بیایید. مرا با دقت گوش کنید. حاضر وقتی خطا کردن نیست. میرزاد این به تو مخصوص تعلق دارد. من یک چیز را نفهمیدم. اکای میماتی گفت که اکای پولاد اکنون پدر نیست. این چی معنی دارد؟ با گفتن آن که او پدر نیست او نه برای ما بلکه برای مردم رو در نظر داشت. ما این را از مردم پنهان میکنیم. بلا زند میرزاد، نخود که به همه در این باره نقل کنی. آیا یگان کس نمیداند؟ خدایا توبه. او به همه میگوید که من دست راست پولاد علمدارم. هرمز با گپایت اهمیت ده. هیچ کس حق ندارد که چنین بگوید. میرزاد رفتارت با من پسند نیست. باز کدام دست راست؟ تو انگشت خرد هم نیستی. هیچ کس وظیفه دار نیست که بفهمد. هر کس بگذار کارش رو کند. همین کافی است. با همدیگر کمک رسانیم. کاری خطا نکنیم. عیناً چنین است. هممون باید چون اکای میمتی و عبدالحی دوست باشیم.
آنها در آنجا در چه باره گپ میزنند؟ عبدالحی، شما یگان چیزی رو از من پنهان میکنید. کیاکا؟ تو و برادرت. ما چی رو از تو پنهان کرده میتوانیم؟ عبدالحی، این چی کاری دولتیه هست؟ آیا آکام با تو نقل نکرد؟ نقل کرد. پس چرا میپرسی؟ ما با کی کار میکنیم عبدالحی؟ با هیچ کس اکا. با دوغو اشرف اغلو؟ آکام با او میخورد. او با ما کار دارد. با ما یعنی با کی عبدالحی؟ آکا آخر خودت گفتی که ما بهترین هاییم. پس چرا آنها با ما تسلیم شدند؟ چون که اکام، تو و من و همه آنهایی که در اینجایند آن شغلها را بد میبینند. ما یگانه امکانیت برای همه هستیم، برای آنهایی که در دوریند و برای آنهایی که این رسمها را انا در اینجا آویختند. اکام زنگ میزند. پس جلسه هم با آخر رسیده است. گوش میکنم اکا. بله. مرحمت. تشکر. نوشی جانتان. سلامت باشید. падар умар дар асл мо ба шумо нақл карда намехостем, лекин ягон чиро аз шумо пинҳон карда намешавад. دخترم خوب که به مادرت نقل نکردی. او در تشویش میشد و میترسید. عمر پدر، پیش چنین کارها رو پنهان کردن ممکن بود. کسی در این مملکت بازی افلاس بکند و در این باره خبردار نمیشدند. اکنون در مورد همه چیز زود با خبر میشوند. پولاد گفت که اکنون همه مثل پیشینه نمیشود. دیگر خیلی هم نمیشود. کار کردن اپم رو هم نمیخواسته است. این اصلا چنین نیست. دخترم، ما به این صرف هم نمی رویم. بیشک به او بهتر معلوم است. لیکن به هر حال هر دوتون حل خواهید کرد. عمر پدر، امیدوار نکن. این دخترک چی کار خواهد کرد؟ پیراهنی سفید به بر نکرده بیوزن می شود. پسرم، می خواهی که به تو همش را نقل کنند و گزارش دهند. لیکن بعضی چیزها معنی داد نمی شوند. آنها را تصویر کرده و فهمیدن هم نمی شود. همه امان اگر زنده باشیم می بینیم. خوش، تو چیکار کردن میخوایی؟ تو از اینجا نمیبرایی. تو در اصل نیستی. تو مرده ای. اگر خواهی که من به تو حیاتی نو تقدیم کنم، تو به عوضش به من بعضی چیزها میدی. با تو چی لازم؟ اطلاعات ارزشناکترین به عوض حیاتت. مرا بیکش. تو علکه مرده ای. تو وقت زیاد داری تا اینکه فکر بکنی. هیچ کس را به آنجا راه ندهید. یگان کس ندرآید. در بگذار همیشه محکم باشد و اینکه وارد شده ها با خود تپانچه یا خود کارت نداشته باشند. غذا را با ظرف‌های پلاستیکی برید. طوری کنید که او روزها را شمرده نتواند. روز اول غذا ندهید، تنها آب دهید. روز دیگر در نیم ساعت غذا بدهید. پس فردا باشد تنها 2 بار خوراک دهید.
او باید همه چیز را فراموش کند و تنها در مورد آن معلومات مهم فکر کند که به طفیل آن زنده ماند. او به ما چه هم داده میتواند اکا؟ خواه و ناخواه او با ما درباره اخیسکلی نقل میکند. آنجا نظام عکس برداری شبکه چشم است. اکا اگر دخترک به خانه او آرامانه وارد شود، پس ما نیز به شرافت او به آنجا درآمده میتوانیم. او کیها همه را تغییر داده است. شما باید به من انسانی را پیدا کنید که نظامی بی خطری را در خانه اخیسکلی نصب کرده است. اکا او آن را از روسیه آورده است. اینجا حتما باید نفری باشد که به این نظام خدمت. این خیلی دشوار خواهد بود، لیکن ضرور باشد تمام شرکت ها را تفتیش میکنیم، میگوییم که چنین نظام نصب کردن میخواهیم و همه را به اینجا دعوت میکنیم. به جلب کردن توجه میمتی. اخیسکلی حاضر از خانهش بیرون نمیبراید و حتی تیریزه هایش را برای هوا دادن نیز نمیگشاید. خلا کروی را کشت. پولاد علیمدار به شورا شامل گردید و یقینا او بران می شود. او الکی بران شد. تو از کجا می دانی؟ من همه چیز را می دانم. آنها قرار درست برآوردند. برانه را انتخاب کردند که با او مبارزه خواهند برد. همه سخت کوشش کردند لیکن پولاد را محو ساخته نتوانستند. ما او رو نست میکنیم. او وقتی که پدری مافیا بود نتوانستیم، حالا باشد بران شد. عقاب پیش از کشتن توماش آن را به آسمان بلند میبردارد و سپس به زمین میپرتاید. عقاب اگر گرگ را به جای گوسفند قبول کند، آنگاه او نیز به زمین می افتد. هر کس برای خودش باید کار پیدا کند. اگه شما ما را می پرتوید؟ ارهن اگر من شما را پرتایم شما مرا پرتافته می توانید؟ نه. جدایی نخواهد بود. ما به این راه همه یک جا روان شدیم و تا آخر خواهیم رفت. اما زندگی ما را به جای رسانده است و اینجا به یک گوشه بهشتی دور از میدان جنگ مانند نیست. این جهنمی واقعی است که در آن محاربه های نسبتاً جدی دایر می گردد. شما اکنون بیشتر در سطح جهانی فکر خواهید کرد و عملهای ما نسبتاً جدی تر خواهند بود. می خواهم که شما در ساحه های گوناگون و فعالیت آغاز کنید و صاحب کارانی توانا گردید. چون این سمت ها را پیدا کنید تا در من امکانی به شما کمک رسانیدن پیدا شود. تا امروز شما همیشه مرا شاد می‌گرداندید. من تنها یک خواهش دارم و خلاص، تا این که شما خوشبخت باشید. لیکن این چخیل می شود خودتان قرار برارید. چی نگاه میکنی سموئیل؟ هر دویمان در یک جلسه بودیم، از جاهای گوناگون نامده بودیم. تو باید با من فهمانی. چیزی برای فهماندن نیست.
این طور بهتر خواهد بود. ما بران را انتخاب کردیم. وقتی من و تو و قلیچ در اینجا جمع اومده بودیم قراری تماما دیگر قبول کرده بودیم. قلیچ باید بران میشد و من باید نامزدیم را به نفع او میگرفتم. قلیچ نامزد نشد. من به گپم ایستادم. اما تو از برای خدا تو چی کار کرده ایستاده ای؟ من تنها فهمیدن میخواهم که چی گپ است. شما چطور توانستید نفری رو بران انتخاب کنید که شورا این دنیا و مناسبت ها رو نمیفهمد؟ خب دیگران دیوانه. لیکن تو چخیل به این راه دادی؟ خودت گویا که میفهمی. در میانمان یک سرور پیدا شد. بله او این دنیا را نمیفهمد. او الحال مناسبتی ندارد. لیکن بران انتخاب شده به این هم از ضرورت ندارد. دور قره‌خانلوی به پایان رسید. بر زمین آن بی صدا به پایان رسید. برانمان را کشتند. تو حتی این را به هیچ کس فهماندن نمیتوانی. برانی پولاد علمدار را باشد هرگز. اگر ما نباشیم او بران شدن نمیتواند. اگر ما نباشیم تو هم بران شدن نمیتوانی. سموئیل به خدا آخر تو ما آدمانی خایویم. ما سرباز نیستیم. لیکن حاضر زمانی جنگ است. ما برانی داریم که در این جنگ چخیل پیروز شدن را میداند و به طفیل کمک های ما او این کار را میکند. خیر گذشته اش چی؟ پدری مافیا چخیل بران میشود؟ ما آخر پریزیدنت را انتخاب نمیکنیم. در گذشته اگر داغ‌ها باشند ما باید از آنها پاک شویم. من فهمیدن میخواهم که در سرت چی میگذرد، لیکن هیچ چیز را فهمیدن نمیتوانم. قاعده ها را ویران کردید. چون این ایامی هم میشود که در میزان عدالت حتی پری پرنده هم وزنی میشود. این موازنت را ویران نکن. آخر من هم تو را نجات دادن نمیتوانم. صفیه به واخوری با سموئیل نمی رود. خوب مادر، نمی روم. گفتم که نمی روم. زنگ می زنم و می گویم که یک کار مهمم بر اومد. تو حاضر اگر چنین کاری بکنی این توجهی باز هم بیشتر رو جلب میکنه. چی می شود اگر او توجه رو جلب کند؟ نرگس، تو اگر چهره پولاد را میدیدی وقتی بر اون انتخاب کردند. او میداند که همه چیز به ما معلوم است. از باعث آن که صفیه واخوری خواهش کرد او از یگان چیز گمان میبرد. پولاد چرا از سموئیل قصاص نمیگیرد؟ آخر او خائن است. خائن. همه کار وقتی خود را دارد صفیه. من باید پولاد را ببینم. تو اگر روی یا نروی عملهای بعدینه ما را بگذار خودش تصمیم بگیرد. این بیعقلی است. این تو بیعقلانه رفتار میکنی. در پشتی که پنهان میشوی اگر او از باعث عملهای ابلهانه گریخته رود در پشت ما. برانی ما احتمال میداند که چیکار میکند. باز کمی دیگر و من سموئیل رو در خود همونجا میکشتم. لیکن من تنها از یک چیز میترسم، اینکه به پشتمان کارد نزنند. حتی اگر حاضر نباشد بعداً میتواند با ما بازی کند. قسم میخورم که تمام انگشتانش را میشکنم. من از شما اصلا بعد جلسه اشاره رو انتظار بودم. اما گناهگارم. چرا مصلحت نکردید که در آنجا باز کمی دیگر ایستادن لازم است؟ جناب خلیل ابراهیم، به خدا من در اینجا نمیمانم. همینطور ما به محاکمه آن چیزی آغاز میکنیم که روی داد. لیکن بیشک بران خودش تصمیم خواهد گرفت. تو از حد زیاد نگران هستی تونجای. اما اگر میدانستی آنگاه به تو در مورد آن نمیگفتم که سموئیل خائن است. نه این عیناً با مورد است. گپ سری ترس نیست. تنها آماده بودن لازم است. هنوز به کرسیش ننشسته فوراً به قرار برآوردن آغاز کرد که کی زندگی میکند و کی میمیرد. این پولاد باز خون ما را نیز مینوشد.
بچه ها با ریلتر موافقه کردن خانه ها را از نظر گذارن و تو یکم تشپیسند چگونه خانه ها را باید ببینم؟ خانه به طبع خودت بگیر. پولاد، من در خانه نشستن نمیخواهم. نه، تو در خانه خواهی نشست. این چی معنا دارد؟ میخواهم که تو در امان باشی. لیکن زندگی با پدر و مادرم مرا خانه میگرداند. اگر جدا زیستن میخواستم آنگاه این کار را کیها میکردم. من نگفتم که تو تنها خواهی زیست. من تو را نمیفهمم پولاد. اگر میفهمیدی پس مرا دوست نمیداشتی. این چی انگشترین است؟ من زنگ گرفتم. با من دست نرسون. چون کودک رفتار نکن. آیا انگشترین های نکاحی هم میخیل میشه؟ پولاد، من راستش رو بگو. تو زن داری مگر؟ ما برای همین خانه دار شدن نمیتوانیم. وعده میدیم همین که جدا شوم فوراً به تو خانه دار میشم. ها، البته. این پیشنهادی نوبتی است. اما سر اول یک جا زندگی میکنیم و میبینیم که آیا میتوانیم موافقه کنیم. من معشوقه تو نمیشوم پولاد. یکم، تنها مردهای زندار معشوقه دارن. دوم، من این کارو کردن نمیخوام. سوم، تو باید در جای بی خطر زندگی کنی. چهارم، من در مورد آن چیزی که گفتم پیوسته تکرار کردن نمیخواهم. من برای تو یگان خانه پیدا میکنم و با من دیگر با این طرز گپ نزن لطفاً. باز این که من کودک نیستم. تشکر عزیزم. تشکر عزیزم. به خدا من در پیش تو خیلی ناراحت هستم. از دستم چیکار همی آمد؟ وقتی که نظامالدین دستش را برداشت از من هم خود به خود بلند شد و انا همین طور آویزان شد. چیکار میکنیم سموئیل؟ هیچ کار نمیکنیم. و بران همه اون چیزی را که پیش بود نقل خواهیم کرد. هرچی بپرسد مجبوری که جواب دهی. حتی در مورد انتقال پول نیست. تو به پولاد علمدار نیست. چون این گزارشی خواهی داد که با محمد قرخانلی میدادی. احسن. من از تو عملهای نسبتاً تون را انتظار بودم، لیکن تو باز مرا در حیرت گذاشتی. فراست تو باید برای تمام جهان نمونه گردد. تو باید بران می شدی. این مثل بازی شطرنج است. می توانی که در پس خانچه 64 قرار گیری و می توانی که پیاده شوی و باختن نیز ممکن است. سموئیل به من لازم است. چون میگویی که لازم است من دیگر سخنی ندارم. اما این آدم آرام نمی شود. من از برای چی کیروی را کشتم و گوراندم؟ او از چنین کیروی ها صدها دارد جناب خلیل. کیستند اونها؟ یعنی برای همین لازم است. سموئیل مرا به نزد آنها میبرد. شما حقید. در سطح رفلکسی ما کمی تشویش کشیدیم. شاید از باعث آنکه با ناخوشی روبرو شده بودیم. لیکن با جز سموئیل کی ما را به سطح جهانی میبرارد؟ او در این ساحه یگانه است. جناب تونجای، تو شدت میگیری و ما را هم به شدت میاری و ما را تا به این حالت میرسانی. خودت خودی حاضر گفتی، وگرنه به جای اینجا آمدن ما به نزد برادر سموئیل میرفتیم. من از شما یک خواهش دارم. تا در این باره نپرسم طوری رفتار کنید که گویا هیچ حادثه روی نداده است. گپمان پخت. برخیز.
ما خرگوش را نمیترسانیم. وقتی که دیدیم به سویش انا این خیل نگاه میکنیم. جناب، صفیه قرخانلی زنگ زده بود. اگر شما بند نباشید خواهش کرد که او را قبول کنید. برای چی؟ گفت که این خیلی مهم است. چی بگویم؟ بیاید در همین جا صحبت میکنیم. خوب. او باید برود. من هم چنین فکر میکنم. او از ما چیزی را انتظار است. البته انتظار است. در اصل یک حادثه ناگهانی روی داد، اما فکر میکنم که بازم بهتر. صفیه بگذار با سموئیل واخورد. با او بگذار دیگر مسئله ها را بررسی کنند، لیکن سوال های خودش را نیز بگذارد. سموئیل بگذار ما را هوسکار حسابد. بگذار فکر کند که ما دخترک را برای آن فرستادیم که او کوشش کند تا یگان چیز را فهمیده گیرد. اگر چنین خلاصه کند چی کار خواهد کرد؟ امیدوارم خطا میکند. خوب پولاد، یک سوال داده میتوانم. تو چرا به سموئیل امکان زیستن میدهی؟ زیرا او به ما درباره آن چیزهایی که میداند نقل خواهد کرد. ما اگر سموئیل را حاضر بکشیم چی به دست میاریم؟ من با بعضی از شما و یا با پدرانتان کمتر از 30 سال باز شناسم. برای شما بسیار کارها کردم. ما قرار دادیم که تا شما با یکی از ما اشاره نکنید دیرکتور رو انتخاب نمیکنیم. یگان مشکلی هست که ما رو نمیدانیم. هیچ مشکلی نیست. تنها این که من پیر شدم. میخواهم که راه رو برای جوانان باز کنم. لیکن میبینم که شما خودتان نیز خوب کار میکنید. زیایل مزکنان دیگر به یگان کار دخالت نخواهد کرد. جناب زیا، شاید از یگان نفر ما رنجیده ای؟ همه میدانند که چی میشود. من وقتی که به خشم میآیم من از شما خفه نیستم. در تمامی طول عمرم هیچ استراحت نکردم. از همین لحظه میخواهم که زندگی آرامانه را آغاز کنم و شما این را به ما مهیا میسازید. طوری که خواهید برادر، اما با یکی از ما اشاره کنید تا ما فکر شما را بفهمیم. شما خطاگی کنید، من در این باره به شما خبر میدیم. اما میخواهم که همتون بدانید لزیا دیگر در این کارها اشتراک نمی کند. من خشمم رو فرو نشانده نمیتوانم. صفیه، تشریف تو برای ما غیر نقشوی بود، اما این اکنون به نقشه های ما داخل می شود. این برای هممان مهم است. آیا پولاد نگفته بود که این میتواند خطرناک باشد؟ نه، در آنجا یگان مشکلی سر نمیزند و ابله نیست. شاید همراه رفتن لازم است. من از آن تشویشم که صفیه در آنجا تنها خواهد بود. مادر، با تو من هیچ کاری کرده نمیتوانم. آرام شوید. اگر لازم میبود پدرت مدت 40 سال با دشمنانش دوستی میکرد. شبه ندارم که تو نیز از اجرای این کار میبرایی صفیه. چی بگویم جناب؟ الو؟
بگو که من در مجلسم. جناب بوچان مراکبه زنگ زد. من گفتم که نیستید و نمیشوید. او به خشم اومد. با او وا نمیخورم. بیا شعری من، تو را انتظار نبودم. قرار دادم که بزودی چون این امکان دست نخواهد داد، برای همین نزدتان آمدم. مرحمت بشین. مرا بران انتخاب کردند. فکر نداشتم که این خیلی زود به عمل می آید. فکر می کردم که آنها کلیچ را انتخاب می کنند. وضعیت چنین شد. خدایا، سموئیل بران نشد، برای چی زنی او را به بستر دیگر کس گذاشتند؟ آمدم تا در این باره صحبت کنم. نقشه هنوز پیش از مرگ قرخانلی تحریزی شده بود. پول برای علاقه به زنش پیشکی پرداخته شده بود. نقشه عالی بود. آن باید همه را در یک شب نیست میکرد. اما لزیه سری وقت واکنش نشان نداد و همه برباد رفت. فرض کردیم که لزیه همه را به حساب نگرفت. لیکن نمیفهمم که چرا سموئیل نتوانست که این همه را پیش بینی کند. به تو یک چیز میگویم پولاد، به فکرم آنها نیز در این کار دست دارند. برای چی آنها سموئیل را از سری راه گرفتند و مرا سری کرسی نشاندند؟ اکای حکمت، پرسیدن عیب است، لیکن چرا دکانتان را میبندید؟ چی را میبندم؟ اگر بینیم که چقدر دوستان و نزدیکان و خویشاوندانتان به نزدتان میآید و حتی اگر این تلویزیورها را این خیلی سخت دوست دارید هم، شما باید شبکه تلویزیونی خود را داشته باشید. جوانی خوب، من دیگر شبکه های تلویزیونی نمیفروشم. من چنین عادت داشتم. اکا واقعا چرا کارگاهی کلانتر نمیکشوید؟ اینجا آخر برایتان تنگ است، باز خصلتتان هم ناآرام است. هر کس بگذار با کاری خودش مشغول شود. من با آرزوی پولی کلان کاری ندارم. چه خیلی کاری نداری؟ در نزد استخوانت همیشه پاسبانان ایستادند. من باید مهمانم رو پیش کنم؟ شما در قهوه خانه چی رو بحث خواهید کرد؟ این خیلی موضوع برای گفتگو هم نیست. اکای حکمت، دیر باز به شما گفته نمیتونم. امیدوار بودم که خودتون میفهمید، اما قرضایتون زیاد شده است. بیا ما تشویش نکش، یک علاج کرده میپردازم. اکا، باید با ما این خیلی رفتار نکنید. جیب‌های آن آدمان پری پول است. بگذار به شما هم کمی پول دهند. ما با امیدی شما بر این زخنه ها شده نمیتونیم. حاضر بینی و جاغت رو میشکنم. میشکنی اکا، باور میکنیم، لیکن تو باید پولی چای رو بدهی. ضرورت رو به دیگران نشان دهی.
عزیزان، با معیارهای منزل همه حل و فصل شده است. روزهای نزدیک من به شما امکانیت‌های دیگر را نیز پیشنهاد کرده می‌توانم. به شما اگر اقلاً یک تای آنها پسند نآید. شما کدام نمونه ها را دارید؟ از درجه امنیتشان بلند به ما خبر دادند که آنها باید چنین باشند. در اصل این چند سال پیش شروع گردیده است. بعد برهم خوردن اتحاد شوروی دولت به خصوصی گردانی تمام مالکیت شروع کرد. ایلتسین که در سر حاکمیت بود با خواهش امریکا داده شده کارخانه های نفت و گاز را به جوانان کاملا مفت داد. میخائیل خدرکوفسکی 38 ساله سرور شرکت نفتی یوکس گردید. رمان ابراموویچ 35 ساله باشد سرور شرکت بزرگ نفتی سیبیر نفت گردید. بله، میخائیل فریدمن، ولادیمیر پتانین، میخائیل پروخوروف و امثال آنها. در پس این همه نام ها سرمایه بزرگ امریکا می ایستد. آنها ایلتسین را زیر نظارت گرفته ذخیره های طبیعی روسیه را به دست خود در آوردند. در میان ثروتمندترین آدمان دنیا امروز 25 روس موجودند و برای به چشم تمام جهان عزیز نمودن آنها چنین دسته‌های مشهور فوتبال و مثل چلسی و همیلتون را می‌خرند. این آدمان که توجه تمام دنیا را به دست در آوردند دیدند که ایلتسین از عهده کار نمی‌براید و به تأسیس حزب نوی آغاز کردند. دو نام نوی هست که در این دست دارند: جورج ساروس و هنری کیسینجر. لیکن پوتین تمام بازی های آنها را خراب کرد. پوتین چون به سر حاکمیت آمد خصوصی گردانی را منع کرد، در ارتش ترتیبات را جاری کرد. مثلا سرور شرکت نفتی یوکس خدرکوفسکی به حبس گرفته شد. با شروع از ابراموویچ تمام زمامداران فرار کردند. یوکس از نو دولتی شد و امریکا از نو روسیه را به کشور شیطان نامیدن آغاز کرد. امروز مناسبت های آنها خیلی بد است. وقتی که امریکا به تهدید کردن روسیه سر کرد، پوتین اظهارات داد که در روسیه سلاح نوی هسته‌ای ساخته شده است. سپس با چین و هندوستان اتفاق بستند. بعد با ترکیه با توجه به قسمی که ما توجه داریم شرطنامه استراتژی به امضا رساندند. در ترک شورای روسی کی سازمان داده شد؟ چند سال پیش. در آن زمانی که خدرکوفسکی و ابراموویچ از نو پیدا شدند. آنها در ابتدا شاید رابطه مستقیم نداشتند، لیکن با گذشت وقت این مناسبت ها ایجاد شدند. در زمان ایلتسین کار آنها اوج گرفته بود، لیکن در دوره پوتین این به مسکو پسند نآمد. ابراهیم روس فهمید که این به مسکو پسند می آید. انیخترش چند کاری کردن خواست که تا به مسکو پسند آید. مثلا به مثل کشتن چچن ها. اما این نقاب است. ابراهیم روس با امریکایی ها عیناً به مثل آن که سروران او خدرکوفسکی و ابراموویچ بسته بودند قرارداد بسته است. ساموئل و ابراهیم روس را چی به هم می پیوندند؟ انا درباره همین تو باید فهمیده گیری شیر من.
агар ягон чизе бошаду тақдири самуил пешакӣ муҳр зада шуда бошад, пас рӯзҳо дигар нақшҳо месозанд ва онҳое ки туро барон интихоб карданд нақшаҳояшонро тағйир доданд. андрей руба, хуш омадед. ташаккур ки бароям вақт ҷудо кардед. марҳамат. чӣ менӯшед? ҳеҷ чиз, ташаккур. ӯ дар мавқеи сарварӣ киро нишон дод? ба касе ҳам ишора накард. чӣ хел ишора накард? онҳоро ба ҳеҷ чизе бозпас фиристод. чаро? ӯ ба кӣ хашм гирифт? ӯ ҳеҷ чизе нагуфт. яҳё акаи зиё гуфт ки хаста шудааст, пир шудааст. гуфт ки акнун аз тамоми корҳо дур мешавад. падарам инро танҳо ба онҳо гуфт ва ё ба ту ҳам гуфт? ба ман ҳам гуфт. фармуд ки киштиҳоро фурӯшанд. гург дар туман афтид. ӯ ба водӣ намефурад ва оромона томашро интизор мешавад. чӣ хел аз корҳо дур мешавад яҳё? аз ин кор на ба нафақа балки рост ба гур мераванд. ба ман дар баъзе корҳо ёрии шумо лозим аст. албатта, доимо. дар меросе ки падарам гузоштааст бисёр амволи хориҷии ғайриманқул аст. албатта ман дар ин ҷо қарор дошта ба ин ҳама роҳбарӣ карда наметавонам. ба шумо додани рӯйхат кифоя аст. мо мебинем ки чӣ дар куҷо воқеъ аст. ин ба ман хеле кӯмак мерасонад. ба шумо маълум аст ки баъди марги падарам мо рӯзҳои вазнинро аз сар мегузаронем. ҳамаамон. қабул кардани ин душвор аст. ман ба худам ваъда додам ки ҷустани онҳоеро давом хоҳам дод ки падарамро куштаанд. албатта як қотилро ёфта маҳбасӣ карданд. ҳамаи мо бо куштори муҳтарам қарахонлӣ муросо карда наметавонем ва бовар дорем ки дар паси ин ҷиноят касе дигар аст. шумо ба он бовар доред ки он бечора падарамро кушта метавонист? лекин далелҳое нестанд ки акси инро исбот кунад. аммо шумо агар ба фикри ман таваҷҷӯҳ дошта бошед, не, бовар надорам. шумо ҳамеша дар паҳлӯи падарам будед, махсусан бо корҳое ки бо аврупо ва амрико дахл доштанд. шумо оё пай набурдед ки ӯ бо ягон гурӯҳ ва ё созмоне иртибот дошт? мо бо бисёр гурӯҳу созмонҳо вохӯрдем ва ҳанӯз ҳам мулоқотҳоямонро идома медиҳем. лекин онҳо дӯстони моянд. ҳар кадомашон саҳми худро гузоштаанд то ин ки падари шумо муваффақ бошанд. оё миёни онҳо ягон нави ихтилофот сар зада буданд? то ҷое ки ман медонам, не. чӣ тавре ки ман мефаҳмам, ин одамон бароншавии падарамро дар туркия таъмин сохтанд, ҳамин тавр не? бале бону сафия, ин муносибатҳои байналмилалии кориам. ҳар кас ба ин саҳме гузоштааст. хуб, пас чаро ин робитаҳои байналмилалӣ ба марги падарам роҳ доданд? ман инро намефаҳмам.
وزنین بوده است. марги маҳмад қарахонлӣ ҳам барои туркия ва ҳам тамоми дунё муҳим аст. ин талафот дӯстонашро ғамгин сохту душманонашро шод намуд. алҳол ки тафсилоти куштор маълум нестанд, фаҳмидани он ки кӣ дӯст асту кӣ душман хеле душвор аст. бону сафия, мебинам ки нороҳат ҳастед. бениҳоят бори дигар метавонам муроҷиат кунам? албатта, ҳар гоҳе ки хоҳед. вақте ки ба падарам суиқасд анҷом дода шуд, шумо аввалин шуда ба хонаи мо ташриф оварда будед. ман барои он ба назди шумо омадам ки дар мавриди дӯстии шумо воқифам. ҳамеша марҳамат кунед. боз як чизи дигар. дар корт ана ин навишта шуда буд: ин он чизест ки ту гирифта метавонӣ, ин он чизест ки ту гирифта наметавонӣ. шумо чунин чизе гирифтаед? кадом корт? бисёриҳо чунин рамзро барои ҷаласаҳои пинҳонӣ истифода мебаранд. тасаввуроте надорам, бону сафия. рост? намедонистам ки шумо забони лотиниро медонед. шумо ҳатто напурсидед ки ин чӣ маъно дорад. бону сафия, барои он напурсидам ки ин бароям шавқовар нест. чун дӯст ба шумо маслиҳат медиҳам ки дигар ба ин мавзӯъ таваҷҷӯҳ накунед ва моро нороҳат насозед. صفیه دانا، تو اگر چهره او رو میدیدی، من وقتی عباره رو با زبان لاتینی خوندم به نظرم نمود که او روز در جایش میمیرد. اکنون من دوام میدیم. لطفاً به اجازت من دیگر هیچ کار نکن. فهمیدی؟ خوب شده است که وقتی کار رو سر کردم هیچ کس نداشتم. اکنون همه دو مراتب بیشتر شد. حتی خواهرم هم پیدا شد. گوش میکنم اکا. عبدالحی، در همانجا بمانید. هوشیار باشید تا شما را یگان کس نبیند. و اگر برآید از اکس کارت فاصله نه چندان زیاد را نگاه دارید. فهمیدم اکا. آنها مرا ابله میشمارند. مرا با جناب میتت پیوست کنید. میمتی، آنها انیق وا میخورند. با اجازت شما.
کسی نیست. چرا به زنگ‌های من جواب ندادید؟ حاضر موردش نیست. مرا از وظیفه‌ام دور کردند. تو را به هیچ جا به کار نمیگیرد. پولاد علمدار بران شد. چی؟ موقتی. این در همه جا پهن میگردد. پولاد علمدار مدتی زیاد بران شده نمیتواند و حتی از محبس هم به زودی رها شده نمیتواند. حال داوود چی میشود؟ او را دستگیری میکنند؟ او هم میرود. دیگر کجا میشود؟ افسوس میتد. میدانستند که تو نافرمانی میکنی، ولی من به هر حال امید داشتم. اسد، من هیچ کاری نکردم جناب داخو. تنها خواستم که این را بگیرم تا به شما سپارم. از این به بعد تو به دولت تنها یک چیز داده میتوانی، شیری من. وقتی که نفس آخرینت را خواهی برآورد، آن را با شرفانه اجرا بکن. انتخاب از توست. تو به مثل خائن وطن میمیری یا از باعث عوض شدن وظیفه از سکته دل میفوتی. اکا این رو ببینید. میبینیم که ما چی داریم و چی نداریم.
امیدوارم که در آخر حیاتم نسبت به کارهای نادرست کارهای درست بیشتر میکنم.